همون گونه‌ای که شما گفتید دسترخوان‌های بسیار با حشمتی که آماده می‌سازند که در فصل گرما هست و دیر نمی‌پویند اون شیرینی‌هایی که می‌گیرند، ولی مردم یک نظر دارند. همسایه‌ها چی می‌گویند درباره دسترخوان فلانی؟ هیچی نبود. چرا چنین است؟ ببین خدا چی میگوید؟ انه لا یحب المسرفین. خدا اسرافکار را دوست نمی‌دارد. اگر یک محصولات عادی خورش‌هایی که است اگر اسراف شود پیش خدا چی جواب می‌گوید؟ ما نمیگیم کاملا دسترخوان. عادتا مردم از نگاه پس بودن سطح معرفت همیشه عادت کردن که سنگ بزنن. هوش و گوش و منطقی گوش کردن نمانده است. اگر گفتی که مثلا اسراف نکن میگن تو جای را منع کردی. بله این خدا منع کرده شده است که تو اسراف نکن. خدا 23 بار هشدار میداد که اسراف نکن. هدف منع کردن نیست، هدف هشدار دادن است که برکت از خاندانت نرود، از کسب و کارت از دستت برکت گم نشود. وقتی خدا میگه که اسراف نکن، خب رعایت کن که اسراف نکن. همین در خصوص دسترخوان. وقتی که گپ دسترخوان برآمد، عامه مردم فکر میکنن که همین دسترخوان رو منع کردن یعنی چی؟ ولی کجا گپی منع رفته شده است؟ داشته باش روز عید به دسترخوان نمیشود، اسراف نکن تمام. هدف منع کردن گشت و گذار یا دسترخوان داری یا ضیافت عیدانه رو منع کردن نیست. هدف یک کلمه است که اسراف نکن. مردم باید به گوش جانشان گوش کنند که این سخنی من نیست، سخنی شما نیست. دولت جهت غمخواری مردم و بهداشت حیات اجتماعی مردم سند به تصویب رساند که اسراف نکن. دیگر هدف دیگر نیست. اسراف بیهوده نکن. جوانمردی رو منع نکرده است. خیر احسان منع نکرده است. نان همسایگی منع نشده است. اسراف نکن. هدف این قرآن میگه اسراف نکن. پس مردم درست بفهمند که هدف از اسراف نکردن بدون که اسراف نکن و در مقابل چی ایستاده است؟ صرفه‌جوی باش. اسرافکار رو که برادر شیطان از خدا دوست نمی‌دارد، صرفه‌جویی که محبوب چشم پروردگار است این خدا دوست می‌دارد.